سلام بینندگان گرامی، امروز سه‌شنبه 4 آگوست است، ساعت به وقت پراگ 10. حالا فرصت نشر سرخط خبرهای مهم فرا رسید. من میرزا نبی خالقزاد هستم و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می سازم. شرکت سامان ایر اعلان کرد که پروازهای منتظم را در مسیر دوشنبه از سر میگیرد. بنابر اطلاع دفتر مطبوعات، نخستین پرواز منتظم پس از توقف 4 ماهه روز 6 آگوست صورت میگیرد. در اظهارات شرکت گفته می شود مسافرانی که در این خط سیر سفر می کنند باید با خود سوغورته طبی، روادید و معلوماتنامه عاری بودن از کووید 19 که دوام 72 ساعت قبل از پرواز داده شده است داشته باشند. داشتن دستپوشک و نقاب هم برای مسافران حتمی گفته می شود. هفته گذشته شرکت فلای دوبای پروازهای منتظم را در این مسیر برقرار کرده بود. پروازهای این شرکت میان دوبای دوشنبه روزهای چهارشنبه دایر می شود. از زمان خروج پاندمی و قطع پروازهای بین المللی در 20 مارس پرواز میان دوشنبه دوبای نخستین مسیر بین المللی است که پروازهای منتظم برقرار شده‌اند. پروازهای منتظم در دیگر مسیرها از جمله روسیه بسته باقی میماند و برای بازگردان شهروندان شرکت‌های تاجیکستان پروازهای چارتری انجام می‌دهند. این شب از مسکو به دوشنبه تاجیک ایر پرواز چارتری انجام داد و قرار است این شرکت 5 آگوست از یکاترینبورگ مسافران را به تاجیکستان آورد. مقامات روسیه امکان آغاز پروازهای معمولی را از 11 آگوست به تمام کشورها بررسی دارند. اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. در این باره خبرگزاری تاس روز 1 آگوست با تکیه به 2 منبع در نهادهای روسیه خبر داده بود. در قلمرو ولایت بدخشان تمرین و مشق‌های نظامی آغاز شدند. در این تمرین‌ها رفع هجوم احتمالی تروریستان و قلمرو کشور راه یافته مورد آموزش قرار می‌گیرد. مشق‌های حربی 2 آگوست آغاز شدند. این در حالی است که اخیراً در جلسه شورای امنیت رئیس جمهور از مرکب شدن وضع امنیتی در بدخشان افغانستان و تجمع سلاح بدستان در نزدیکی مرز تاجیکستان گفته بود. به گفته فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت دفاع، در تمرین‌ها تا 10,000 نفر خدمتچیان حربی قوه‌های مسلحه تاجیکستان، نمایندگان ساختارهای قدرتی، اینچنین سربازان و افسران احتیاطی نیز اشتراک می‌کنند. به این تمرین ها نزدیک 100 عدد تکنیک زره‌پوش، اویات و اتومبیل های حربی سفربر شدند. از جزء تام و واحدهای حربی که در مشق اشتراک می‌کنند، شخصا وزیر مدافع تاجیکستان شیرعلی میرزا فرماندهی می‌کند. تمرین ها روز 5 آگوست به آخر می‌رسند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بار اول پس از 2 ماه حادثه زنازنی افسر میلیسا شیرزاد پیرانزاده، سابق کارمند میلیسه منطقوی شعبه کارهای داخلی جماعت واروخ اسفره، با ساکن سالمند همین جماعت اظهار نظر کرد و گفت در اول ساکن واروخ دغل رفتاری کرده است. رمضان رحیمزاده همراه وزیر کارهای داخلی 3 آگوست در نشست خبریش در حضور خبرنگاران گفت نوار ویدیو از این زنازنی را تماشا کرده است و ذکر کرد که اول ساکن واروخ دست به دغل رفتاری زد، بعد کارمند میلیسا بد رفتاری کرده است. وزیر میگوید نمیبایست کارمند میلیسا شیرزاد پیرانزاده دغل رفتاری میکرد و پس از این حادثه 2 کارمند میلیسا از جمله شیرزاد پیرانزاده به وظیفه دیگر گذرانده شدند. روز 31 ایول در روز عید قربان در دهه یاوان جماعت ارمیتن ناحیه عینی بین 2 گروه نورسان زد و خورد به سنگ و چوب و لگد صورت گرفت و در نتیجه دست کم 4 نفر از 2 طرف جراحت برداشتند، از جمله عزیزبیک رجبوف روز 3 آگوست در بیمارستان شهر پنجکن بر اثر جراحت‌های وزینی که روز عید قربان در این زنازنی گروهی نورسان در دهه یاوان ناحیه عینی برداشت از عالم چشم پوشید. به گفته والدانش، عزیزبیک مکتب میانه را ختم کرده امتحانهای مرکزی ملی تستی را سپرده بود و میبایست روز 3 آگوست به دانشگاه اگرری حجت می سپرد، ولی در این روزی که او باید بار اول به دوشنبه به مکتب عالی پای میگذاشت، تابوتش را از در خانهشون میدرارند. پدر عزیزبیک در مهاجرت کاری در روسیه قرار دارد و بنابر بسته بودن مرزها گمان است که به مراسم دفن جگربندش رسیده بتواند. ساکنان دهه و شاهدان حال میگویند که رجبوف عزیزبیک و 2 نفر دیگر فرزندان عائله های میباشند که از دهه ریوت به یاوان کوچانده شدند و از جانب فرزندان ساکنان دهه یاوان مورد لطکوب قرار گرفتند. وزارت امور داخلی تاجیکستان از رخداد یک صدمه مدهش نقلیاتی خبر میدهد که در نتیجه آن 4 نفر هلاک شده و 2 تن دیگر زخمی گشتند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت، حادثه ناخوش روز گذشته تخمینا ساعت 6:30 در شاهراه وحدت رشت لخش سر زده است.
خوجاولی کامیلوف راننده автомашини تمغه اوپل استرا هنگام حرکت کردن از سمت ناحیه سنگوار به سمت شهر دوشنبه در 78 کیلومتری راه ماشینگردی وحدت رشت لخش از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده و کنار چپ راه واسطه نقلیات را به چقری 70 متر چپ کرده است. در نتیجه راننده خوجاولی کامیلوف و مسافران автомашини مذکور نورعلی کامیلوف، خوجایف نوروز در جای حادثه به هلاکت رسیدند. گفته می شود مسافران دیگری همین автомашین رجبعلی خوجایف سال تولدش 2001 و خردسال محمد جان خوجایف سال تولدش 2013 جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد. از روی نتیجه های بازی های دور 8 نهایی جام تاجیکستان 2020 آید به فوتبال که روزهای 3 اوگوست برگزار شدند، دسته های کوکتاش رودکی، ریگر تدز ترسنزاده، خطلان باختر، استرفشان، لوکوموتیو پامیر دوشنبه، رفشن کولاب، استقلال دوشنبه و اسخط خوجند به دور 4 نهایی راه یافتند. بازی های دوری 4 نهایی میان دسته های رفشن کولاب، استقلال، لوکوموتیو پامیر، ریگر تدز، اسخط خطلان و استرفشان کوکتاش برگزار خواهند شد. بینندگان گرامی، در برنامه اخبار آزادی امروز درباره کار زرشویان گزارش داریم. تاجیکستان چند پیش به افراد علاهیده اجازه داد که به زرشویی مشغول شوند. تا کجا این امکانات برای ساکنان جایهای کاری نو آفرید؟ منتظر باشید، در برنامه اخبار برایتان گزارش میدیم، با هم تماشا میکنیم. در ادامه گزارش هم داریم از شهر مسکو. مقامات در روسیه جریمه برای فروش ناس را بالا بردند. این از روی زندگی مهاجران کاری تاجیک چه تاثیر خواهد گذاشت؟ این را هم با هم میبینیم. بینندگان ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه‌های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میسازیم. برنامه اخبار آزادی ساعت 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو و سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مستقیم نشر می شود. عکس، نوار و یا خبری دارید توسط پیام رسانه‌های واتساپ، وایبر، تلگرام با ما فرستید. از همکاری با شما شادیم. خدا نگهدار.